نور آقا جان، نور آقا جان، نور آقا خود شمانو بخزم دیگه. تکو بخزم شما ما روزی که به اون سرا میریم دیگه تو شل شلاره خیلی مثل که میریم اینجا خیلی کارا میکنیم، لخ میشوریم، فرش میشوریم. خدا دست همین قطعا شما زنکا خواهدی ما آروم داشته باش. اون سرا هم میرم میته گپ مفت به اینجا میام گپ مفت همیشه بیامدم 10 دقیقه سر پس مرگ خب بگذار که سر خب بگذار خواهشم. بگو چی میری؟ دیگه عروسی بچه ماما قیومه. خب عروسی بچه ماما شرمد هم هسته. خب 2 تا مجلسه. خب من رخ ندارم. مگر پول به من بده اینگه بخور رخ. حامالی اگر سر اون بکس تو رو کنم 50 دست رخ حتی اون بکس بیرون شد چه کار میشه؟ اما گر به مجلس ماما بچه ماما قیوم هم تو رخت داشته باشی با ماما شرمد هم داشته باشی. قطع بالا شما دادین و لباساتی که ریلی شده. چند ساله بخونیم نه؟ چند ساله بگو؟ هم واقعیت بگو چند ساله؟ این به چند سال چی کار داره؟ یعنی چی که چند ساله؟ 40 ساله بخونه شما رو. حال تو بریم تکراری شدی؟ ها اگه تکراری نمیشد و کنیم چیزان دیگه به سر نمیودی. چرا من چه کار شدی بود؟ گنده بودو، بد اخلاق بودو، زندگی نکردم، بچه به تو نوردم، عزت و حرمت میمون تو نکردم، چه کار کردم؟ من چه کار شدی که برفتی یکی دیگه به سر میودی؟ همین نصیب بود دیگه. ها همین نصیب تو بود دیگه. انا حال تو بری ده تا زن نیادی خیل کشکونه من نمیایه. درجا دیگه خلاص شد. اون میره که تو اول و دلم جشتی دیگه نره. یعنی تو دل تو هست که من دیگه به می خونه نیایم؟ اصلا میبیم من نیام. میشه احتیاجی دیگه به تو ندارم. وقتی که من به تو میگم 10 سال لباس تو میگی من ندارم. تو اشته شده که بزو 10 سال لباس داری بخری. به من نبری. که من چند سال سر خوب سرت به سر تو کدیش تو سر سیاه و سفید کردو تو به من رخ نداری بخری بزی داری که بخری. آخه او خودتره دل نازکتره تو نام خدا از تو سند دیر شده تو دیگه نباید کاری باز به سر پیری و معرکه گیری لباس چی بپوشی و چی بپوشی. خیلی دست درد نکنه من پیر شدم به سر پیری من هیچی نمایم و سر پیری اصلا به من نونم حرومه رفتن حرومه همه چیز به من حرومه نکاس خدا به دست داره خونه ها مردم تیر میکنم به من پول دادی برای تو حتی شدی لیلمی ها چرا پیر دست رخت بخون خریدم به من خود کردم کمون اگه یک دست رخت لیلمی ببری کدی. خب حال او به گب نمیفهمه تو خب میفهمی خیر بینی حالی که به چی روی هم دست رخت خریدی گزاره خور کردی حالی هم گزاره خوب کده که رخت داری برو به مجلس بیا دیگه مگر 100% نمیبستونم. چرا که من باید گزاره خوب کنم؟ چرا اون نمیره گزاره خود نمیکنه؟ هم دیگه ده خوبا میکنه هولی که پولا رو مشتی میکنی یا خود تو شوره باشانی میری و مارکت ها میکنی. خب هر کاری تو برای من میگی همین رختار تو بسته گفتم برای از او که هولی که بمیخزی جلوی میشی و مارکت ها میری همین که عدالت میگم عدالت تو نمیکنی کسی که 2 تا زن میکنه باید عدالت هم داشته باشه. من تو نمیبخشم با قرآن سر دست من خود به در خود تو نمیبخشم. تو یک تخم به بازار میری $1 تخم میخری مگر 2 تا بخری یک سقه چی میخری مگر 2 تا بخری. خب بخریدم دیگه. بخریدی حال تو به خونه چی مشکل داری؟ من هیچ مشکل اما دیگه تو میگم که بخور رخ بخورم میگی چرا بلند دستم بنده چیکار کنم؟ چرا بزود دست تو بندم؟ هم تو بزود دست میخریدی یک دست میخریدی یک دست میدادی من بخوام خریدم. من این رقم دیگه نمیشه خود تو زندگی کنم دیگه بس ببینی رسیدم بابا را خود زنگ بزن بیا به من دست رختی بخر. بابا جان با برار خود چی باید که زنگ بزنی تو چرت گنسی تو بابا را خود زنگ هم 2 روز دیگه صبر کن بلکه پول مولای به دست بیای به تو مستونم دیگه نمیکنم بزنه من پیش برار خود بیا نپتر به خدا یه کو دیگه بابا شرف میجیشتی یک نمس صبر میکنی تو دمی که بیزی خونه میای من تو نفس نمیکشم از جان جگر با تو هیچ گپ نمیزنم تو رو بر میکنم زیر پاتو چاری میکنم. الان سلام برا خوبی سلامتی یک تو بتا خونه ما بیایی بابا جان ما بیایی که کار دارم برشم. خوب خدا حافظ انا تکلیف خودشم میکنه خودی برا دیگه چی تکلیفیه خیلی کار بکنه میرم به گوشی مسجد خواهی بشم دیگه دیگه چه کار کنم من دست شما کوچکترین گپ تو برار خور خبر میکنی قیما خور خبر میکنی خب حال نداشتم میستونم دیگه مگر هم که گفتم که عمود اما برو مستونم از کجا کنم آخی
چرا که همودم به تو میگه اولی که برمیخیزی میری میستونی من زنتونه و هم زنتونه من چندین سال سر و بستر تو گذاشتم آخه آخو زن میگم او خودتره دل نازکتره تو سند سالی از تو تیر شده این عدالت نیه به خدا گردن تو به این دنیا به اون دنیا بستیه همین تکی میدی بزرگ تکی میخری به 500 و من به 500 تکی بخواه بیا چرا چی مزدو کمتره بس دیگه تو به خدا اشته بعد کردم که به دو زن کردم بد کردم یلا میکنیم رد بد میگذاره که 10 دقیقه سر پس مرگ خواهم چیکار بگذارم یا برو من خونه بیریشم سکو که من دو کل میگم خودتو به مقبولی میزنم تو استابیزی برام میندازی چرا خودی از نمیتونی نفس خوب بکشی هم دیگه گپ میزنه که بی جان جیگر چی میلی عباس که من با تو جان جیگر با تو استابیزدن احترام بفرمایید سلام علیکم سلام برام خوبی سلامتی سلام جان خوب خیر احتیار هستیم جان شما جوره خوشحالی نداشتنیم خوبیم یا خوشحاله جان شما جوره سلامت باشیم به چه همه خانواده خوبم شکر سلامت زنداش خیریت بود زنگ زدیم خیریت برو چرا بازیت گرفته ایم زنشو چه کار شده خدا خصوصی بره چی بگم به او سرا میرم همی تا اوقات مطلق به اینجا میام میگم بلکه 10 دقیقه سر پس مرگ خوب بذارم آروم بشم این من خیلی بیدار میکنه که چون به مجلس به چی شیر احمدم به مجلس به چی عبدالقیوم خبرم به من رخ بخر میگم 4 روز صبر کو پول مولی به دست بیای به تو میستونم نه تو چرا به جو میستونی به من نمیستونی خب میگم پدرات دل نازکتر خودتر خیر حال بعد بکدم به جو بستونم با دست باشه و تام بستونم نه تو عدالت نمیکنی و تو چه کار نمیکنی به من نمیکنی از این در به خدا همزن که شد دل من همونه دل از همونه چرا دل از نازکتر دل میچی رقمه من چندین سال سر تو گذاشتم برسی تو بنیستی تو بساختم زندگی تو زندگی کردم اگه تو مثلا بری 24 ساعت خرج میکردم میخوردم میریختم میپاشوندم حال روزگار می رقم نبود ولی میگم پول به من بدیم خودم سرخت میخورم میگه ندارم بزن پول داده 2 دست رخ بخور خریده چرا برای خوبه کردم من پره رو بشین نخوری بدم من دست رخت نمیدم به چه روپیه از جاده بخریدم به برخور کردم عزت و حرمت ازی به جا کردم چرا من چی کار شده من چی برزو کمتره میگم خواهرم گریه نکن دومار ای هم راست میگه وقتی که ندیشتی ای به کنار تو بود به خشک به تر به هر چیز تو میساخت به کونونت هم میساخت من همیشه آمدم خواهرم به جادی لیله میرفته و تکار لیله میرسته و به برگرد انا که 2 زن کردی 2 زن گرفتن آسونه 4 زنم که بگیری شریعت به تو اجازه داده ولی عدالت سخته عدالت کرده نمیتونی یالت میگه وقتی که بزو هر چیز توندی مگر به من بستون نمیتونی به مقابل از ایسته چی یه هم حق میگه تا دمی که تو نیست با تو جمع کرد تو که الا چرتر شدی رفتی زندگی گرفتی حالی من نمیتونم بزی چیزی بگم دیماد جلال میتونستم این نصیحت کنم نیازه بودم هر چی بری گفتم گفت نه چی خبردشون خوشی بوده که به ایت جنجال میفتر اگه میفهمیدم با خدا اگه به زندگی فکر میکردم باید فکر میکردی خیلی آدمای که عاقبت کار نسنجیده به همین جنجالا و مشکلات ها افتاده حال مش نمیافته که به سر خو بزنه حالا کم چیزی گفته نمیتونم خواهرم حق داره مگه به دروغ میگم برا من حق دارم برفته بری ارزی 2 تا پیرن بخریده هر پیرن خدا میدانه 2000 داده یا 4000 داده شونه به شونه به مارکت ها میره او زن من زنم میگم دیماد حالا دیگه من به خواهر کو چیزی گفته نمیتونم سیکو خصوصی بره هر خر خواهرم داری به تازون به سر رسی آخه به تازون باشه خب من به تازونه همین لحظه نیه همون نصیحت کنی من 4 روز پستر داری میخرم شما چی تک پا میزنی چی نصیحت کنم دمی که مثل زن دیوم بگیری خیال کردی من دشمنم و تو گفتم نگذار که 2 تا به هم بفتم تو گفتی نه امام یک تحولاتی به زندگی خوب بیارم همین هم تحولاتی من چی میتونم گفته حالا کم اگه خواهر من دوست نداری جارو به خشخش خب میارزم من میتونم خواهر خب ببرم عزت کنم احترام کنم جایم تاج سر منه بهم تسر ای برا ای گناه منه کم که هر کاری ای کرد من هیچی نگفتم نفس نکشیدم به ترزی خونه بکنی ارزی بساختم به نو ارزی بساختم به ارزی بساختم به نیستی ارزی بساختم من به هر کار ارزی بساختم ای گناه مشد که ای بگی به پری می آورد من به جاره به نهر کردم بله